سواران سام روزی سحرگاه به البرز کوه رسیدند. کوهی بلند از خاراسنگ، ستیغش بر اوج آسمان و دور و بیگانه از چشم مردمان. سواران کودک را بر تخت سنگی گذاشتند و بازگشتند. زمانی دراز گذشت و آن کودک خرد پرمایه گشت. موبد بزرگ گفت: تو پیمان پروردگار بخشنده را شکستی و آن کودک بی پناه را در کوه افکندی و موی سپیدش را مایه بدنامی دانستی. اکنون از یزدان پاک پوزش بخواه، کمر بربند و به جستجوی فرزند برخیز. جهان پهلوان کوهی دید سر به ثریا کشیده، از ستیغ کوه آشیانه‌ای برافراشته و جوانی بلند بالا و سپید موی بر آن جایگاه ایستاده. اکنون پی از من ببر که سایه فر من خجسته است. اگر بر تو سخت گرفتند و با تو به سردی سخن گفتند، پر مرا به آتش بیفکن. من در زمان چون ابر سیاه فرود می آیم و تو را بی آزار به این جایگاه می آورم. سام آنگاه در سراپای فرزند به ستایش نگریست و او را سزاوار تخت کیانی دید. دل پهلوان از شادی چون بهشت برین شد. پس تنش را در قبای پهلوانی پوشاند و فرزند را زال زر نامید.